سلام دوستان عزیز، شما اگر در فدراسیون روسیه یعنی در شهر مسکو قرار داشته باشید و از حجت‌های خود تنقیصی میکشید، شما گرانیتا گذاشتن میخواهید، پس به شرکت جهان کمپانی مراجعه نمایید. هر روز رئیسی سفر از مترو دامدید و نفرانی که حجت‌هایشان کمبودی دارند و به نزد مترو دامدید و آمدن نمیتوانند، شما مراجعه کنید. شرکت جهان کمپانی شما را از نزدیکترین مترویی که شما اونجا زندگی میکنید، شما را از اونجا میگیرد. ماشین ها برای خدمت ما و شما هوندای استارکس و تویوتا لند کروزر. رقم ها برای معلومات در روی اکران. با خواست خدا شما را به گرانیتا برده و به جای خواسته‌تان میآورد. و اگر خواهید که به شما تخفیف گردانند، پس از نام کانال ما مراجعه نمایید. بچه تست کنید در کسین وقت رفته سای تست کنید کابلودش کردیم اونجا قریب نه و هنوز هم جابجا کردیم این تخت‌ها هم جابجا کردیم نه یا 3-4 تاش من چیکار کنیم خواهی تمام شده باشه خیلی بشینیم دم بگیریم اینا کاران تمام کردیم شکر خدا سومی سازمان میتن انشالله که زندگی هم با یک دو پیش میره و با یک قدم با پیشه یکی بچه هم جای دستم هم زدم افضل جان دستای چیرکین و دستای خوشحال این علامت مهنت حلالی ما هست. یعنی ما پولی حلال کار میکنیم با این دستا شکر به همه شکر راست راحت همون وقت میکنی که مهنت میکنی خیر که نه کارم اون چی نیست از شما چی خیلی کنی؟ پیش رئیس رفتن در کار تو میره؟ پیش رئیس برم؟ های من میرم که پیش میدرم چی میگم؟ مال را بگیم چی گفت؟ بسم الله شم شد یک مونده نشید چو کردید دیگه ماشین فروختی یا کی نشیده سوالم نه دوستم
اگه جا فروختم بشه و ماشینی مرا همه با ماشین سال 2020 گشت سنوخی 2019 ترا چیکو میکنه راست زندگی همین بده مرا هم یک خونه دیگه گرفتنیم بیا بدرو کیت سلام علیکم رئیس چیه بو؟ رئیس روی خطی کارای اجرا شده همه شما نوشتیم آوردیم بچه کارسون گفتستیم ای بای با همین پیچت با همین امضا بیزار شدم بیزار میدونمی هر روز کار امضا پیچت میفورم می برم یک اونجا دم مانده شدم مانده زندگی ما را میچی و از بین گذشته سه ما کاسا برا ای کسا بگید مالش رئیس برای کارسون دارم مالش اینم خیلی برات بیزار شدم بیزار مانده شدم همه این کار که خیلی کوی روزا تمام میشده باشم ماندگی ما مانده وابشی در زندگی اگر هدف نباشد انسان گمراه و خسته می شود مقامی را که به واسطه عقل خود و به واسطه زحمت و مهنت خود سزاوار شده ای آن مقام انسان را خسته می گرداند خدایا اگر ما را همچنین دارا و با ثروت گردانی من از تو تولا می کنم که از یاد خودت دور نساز ما را زیرا من نمی خواهم که ثروتم از خودم زیادی باشد و ولی ناشکر باشم بگذار من همیشه فقیر سیر بمانم نه اینکه بایی گرسنه